همتون این آقا رو میشناسین و حتما تا حالا ویدیوهاش رو دیدین، ولی تا حالا به این فکر کردین که این مرد کیه و چطوری به همچین ثروتی رسیده؟ تو این ویدیو قراره به رازها و حقایق زندگی اندرو تیت بپردازیم که ازش بیخبرید. اندرو تیت که بیشتر به اسم مستعار تاپ جی معروف هستش، خیلی وقته که با انتشار ویدیوها و نظرهای خودش نسبت به جامعه و موضوع ماتریکس توجه همه رو جلب کرده، به طوری که در سال 2022 به پرسرچ ترین مرد گوگل تبدیل شد. اما بیاید ببینیم که چرا به گفته ملت‌ها این مرد برای جامعه خطرناکه. اندرو در 1 دسامبر 1986 در ایالات متحده آمریکا به دنیا اومد و ملیت بریتانیایی آمریکایی داره. پدرش استاد بین‌المللی شطرنج و مادرش هم خدمتکار بود. اندرو از همون کودکی شطرنج از پدرش یاد میگیره و به قدری حرفه‌ای میشه که در مسابقات بزرگسالان شرکت میکنه و حتی چند بار هم پدرش رو شکست میده. ولی در نهایت تصمیم میگیره به همراه برادرش حرفه بوکس رو به صورت حرفه‌ای شروع کنه و 4 سال متوالی قهرمان جهان میشه. بعد از اینکه پدر و مادرش از هم جدا میشن، وظیفه نگهداری بچه‌ها رو مادرش بر عهده میگیره و به انگلستان مهاجرت میکنه. بوکس برای اندرو درآمد خاصی نداشته و برای همین با برادرش یک شرکت تبلیغاتی رو هم میندازه تا بتونن کسب درآمد کنن. ولی متاسفانه این شرکت زیاد دووم نمیاره و ورشکسته میشه. زندگی انقدری براش سخت میشه که تو سن 24 سالگی حتی پول اجاره خونش رو هم نمیتونسته بده. واسه همین شروع میکنه به تولید محتوا و زدن حرفای ضد فمینیسم. البته موفق هم میشه. ایشون تو یک برنامه تلویزیونی با گفتن نظرها و اعتقادات خودش توجه همه رو جلب میکنه و سر زبونها میفته. جالب اینجاست که بدونین اندرو یک خواهر هم داره که فمینیست هستش و به خاطر همین روابط خوبی با هم نداره. یک دقیقه وایسا، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان ویدیو رو حتما لایک کن. اندرو تیت وبسایت شخصی خودش رو راه اندازی میکنه که توش پکیج‌های آموزشی کسب درآمد و مخزنی رو به فروش میرسونه. و یکی از مهمترین پکیج‌های آموزشی که تا حالا داشته دوره دانشگاه پولسازی هستش که توش 0 تا 100 راه اندازی یک بیزنس موفق رو آموزش میده و بیشتر از 1000 تا دانش آموز موفق هم داره که به درآمدهای میلیون دلاری رسیدن. علاوه بر اینها یک کازینو در رومانی داره، همچنین مشغول کارهای تجاری و برندینگ هم هست و به یک نابغه در دنیای بیزنس تبدیل شده. اندرو به گفته خودش با این کسب و کارها تونسته به ثروت 360 میلیون دلاری برسه. اکتبر سال 2022 بود که در صفحه توییترش اعلام کرد مسلمان شده و عکسی به اشتراک گذاشت که در حال نماز خوندن در مسجد دبی بود که همین موضوع باعث معروف شدن بیشترش شد. اندرو با انتشار ویدیوهایی از خودش که درباره ماتریکس و سیستم بردهداری مدرن حرف میزد به پرسرچ ترین مرد گوگل در سال 2022 تبدیل شد. اما یه سوال، ماتریکس اصلا چی هست؟ حتما همتون فیلم ماتریکس رو دیدین که توش مردم در یک دنیای شبیه سازی شده زندگی میکردن. دنیایی که ما توش زندگی میکنیم هم به همین شکله ولی با کمی تفاوت، به طوری که قدرتمندها و سیاستمدارها با کمک فضای مجازی، گیم‌های ویدیویی و تدریس اشتباه ذهن مردم رو شستشو میدن و باعث میشن که فرد تو زندگیش پیشرفتی نکنه. اگه توجه کرده باشین تو مدرسه راههای کسب درآمد رو آموزش نمیدن و یا فضای مجازی به طوری طراحی شده تا ساعت‌ها پاش بشینی بدون اینکه بفهمی چقدر زمان گذشته. اندرو تیت هم با انتشار این ویدیوها قصد داشت مردم رو آگاه کنه و تا مقداری هم موفق شد، اما این کار باعث شد تا از همه شبکه‌های مجازی بند بشه و به خاطر همین دولت‌ها میگن که اندرو تیت برای جامعه خطرناکه و نباید به حرفاش گوش کرد. وقتی ایلان ماسک توییتر رو خرید، بلافاصله اکانت اندرو رو آزاد کرد تا بتونه به فعالیتش ادامه بده. خود ایلان ماسک هم توی یکی از مصاحبه‌اش گفت دلیل اصلی اینکه توییتر رو خریدم آزاد کردن اکانت اندرو بودش تا بتونه به فعالیتش ادامه بده و مردم رو آگاه کنه. همچنین گفت قبل‌تر از این هم به اندرو 1 میلیارد دلار پیشنهاد شده تا دیگه درباره ماتریکس حرفی نزنه، اما اندرو قبولش نکرده و به خاطر همین با بند کردن شبکه‌های مجازیش خواستن که به نحوی جلوش رو بگیرن. تو سال 2023 اندرو تیت و برادرش متهم به قاچاق انسان شدند و حدود 6 ماه در زندان‌های رومانی سرگردان بودند و دادگاه هم دلیل قانع کننده برای این موضوع نداشت. در نتیجه از زندان آزاد شدند و در حبس خانگی قرار گرفتند. به گفته خود اندرو تیت این حمله از طرف ماتریکس بوده. البته الان آزاد هستن و اموالشون هم که مصادره شده بود رو دولت بهشون برگردوند. ثروت خالص اندرو تیت در سال 2024 حدود 710 میلیون دلار هستش که از بیزنس‌های مختلفش به دست آورده. خب اینم از رازهای اندرو تیت. حالا اگه از این ویدیو لذت بردی حتما کانال روزنامه ثروت رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندی. یه سری هم به ویدیوهای قبلیمون بزن چون مطمئنم دیدنشون لذت میبری.